Welcome to the Startup Grind. سام مدنپور فارغ التحصیل رشته کامپیوتر تو دانشگاه وسترن اونتاریو کانادا، درست گفتم؟ و بعد از اینکه تحصیلشون رو تمام میشه سفر میکنه، یعنی مهاجرت میکنه، میره به کشور آمریکا، اونجا زندگی میکنه مدت‌ها، تبدیل میشه به یکی از کاربرای حرفه‌ای سایت ایبی و به صورت حرفه‌ای روش کسب و کار ران میکنه، کسب درآمد میکنه، در واقع به خرید و فروش و تعمیر لپتاپ میپردازه. با بیزنس مدل ایبی کاملا آشنا میشه و براش جذابیت داره این قضیه. سال 86 برمیگرده میاد به ایران و اون موقع فکر میکنه که چه خوبه تو ایران هم یه چنین مدلی رو راه بندازیم. چند سالی درگیر این قضیه بود که روی ایده‌اش کار کنه و مقدماتش رو آماده بکنه که با امین شکویی آشنا میشه. امین شکویی هم رشته نرم افزار خونده بوده و وقتی با هم دیگه هم فکری میکنن، امین هم به نتیجه میرسه که این پلتفرم نبودش تو این مملکت داره حس میشه و خیلی خوبه، آینده میتونه داشته باشه. با هم دیگه کارشون تو سال 1990 شروع میکنن. الان 4 سال از ایسام میگذره و انتا یوزر، انتا تراکنش که راجعش شما خودشون میخوان صحبت بکنن، من وارد جزئیات خیلی نمیشم. خواهش می‌کنم تشریف بفرمایید سام مدنپور و امین شکوهی رو. خیلی خوشبختم که آشنا شدم باهاتون. من سام مدنپور هستم، همونجوری که گفتن فارغ التحصیل کامپیوتر و دانشگاه وسترن اونتاریو. بعد از اینکه دانشگاهم تموم شد رفتم توی شرکتی در تورنتو شروع کردم به تعمیر کامپیوتر. بعد یه چند ماهی که کار کردم دیدم که حقوقش و اینا راضیم نمی‌کرد. شرایطم جوری شد که مجبور شدم برگردم ایران برای 2 سال. بعد که برگشتم دوباره تورنتو، جوری شد که یه لپتاپ به دستم رسید که میتونستم بفروشمش، که تو ایبی فروختم و خیلی برام جالب بود که مردم چجوری تو مزایده شرکت کردن و برنده شدن. این که برنده شد و یه مقدار ترس داشتم که بعد بفرستم این لپتاپ و اینا. بعد چند سال قبل بود این قضیه؟ فکر میکنم مثلا سال 2008 9 بود که بعد دیگه از اون به بعد تصمیم گرفتم که بکنم این شغلم، که لپتاپ بخرم، تعمیر کنم، بفروشم. یه مقدار تو سایت های کلاسیفاید این کاری کردم. بعد دیدم خیلی سخته. پلتفرم ایبی که آنلاین همه چی خرید و فروش میشد برام جذاب‌تر بود و تصمیم گرفتم که خیلی جدی ادامه بدم تو ایبی. دیگه تقریبا 2 سال خرید و فروش میکردم، لپتاپ میخریدم، تعمیر میکردم، میفروختم. روز اول به 1-2 تا، روزهای آخر دیگه مثلا به 10 تا 15 تا لپتاپ رسیده بود که تعمیر میکردم. آره دیگه دستگاه داشتم و همه چی خیلی حرفه‌ای. بله، تنها زندگی. بعد از 2 سال خسته شدم، دیدم شغلم همش تو پول خیلی خوبی در میآوردم. مثلا لپتاپ میخریدم $100 $200 تعمیر میکردم، میفروختم. اولاش که لپتاپ نو بود $2000، من مثلا گفتم $700. دیگه مقدار که طول کشید، بعد از 2 سال قیمت‌های لپتاپ اومد پایین، خیلی مارجین زیادی من نداشتم برای سود. کارم یه جوری بود که همش تو خونه بودم و اینا. گفتم بیام تهران یه سر بچرخم و اینا، بعد دوباره برمیگردم ادامه میدم. دیگه برگشتم تهران. چند ماهی تهران که بودم دنبال کارهای مختلف هم بودم تهران. میگفتم خب اگه من تهران بتونم کار خوب بکنم بر نمیگردم امریکا. دوستام اینجا هستن، اینجا راحت‌ترم. چند تا ایده تو ذهنم بود که این سیستم به اصطلاح آخرینش بود. تمام مثلا فکر کردم مثلا ساندویچی بزنم، نمیدونم، خیلی چیزای مختلف. بعد یه دفعه که نشسته بودم با پلی استیشن بازی میکردم، خواهرم گفتش که تو این لوازمی که از امریکا آوردی فروختی، می‌خواستی بفروشی. اون موقع یه سایت ایستگاه که الانم بله دوست خود من هستش، اونرش آقای کیایی. و گفتم که والا من زنگ زدم، توش آگهی چند تا بود و من زنگ زدم اینا که من این چند تا قطعه دارم میخوام بفروشم و اینا. طرف گفت برده بیار، انقلاب و اینا دوره، حوصله ندارم من چیز کنم اینا. بعد برگشت گفتش خب چرا یه همچین سیستم مثل ایبی درست نمی‌کنی
که مردم بتونن روش خرید و فروش کنن و احتیاجی نباشه که تو خیابون ببرن کالا رو، دست به دست منتقل شه، نمیدونم پول نقد رد و بدل شه. من گفتم این چه حرفیه؟ مثلا یه سیستم عظیمی میخواد اینجا، نه پستش درسته، نه سیستم بانکیش درسته، نه سیستم اینترنتش درسته، یه همچین چیزی غیر ممکنه. اصلا مردم با اینترنت دایلاپ و اینا چجوری میخوان عکس بذارن تو سایت و اینا؟ بعد گفت نه به نظر من میتونی این کارو بکنی، مقدار کار مشکلی برای شروع، ولی یواش یواش میتونی تو یه مشکل بزرگ که مثلا اینو که دوست داری رو میتونی به تیکه‌های کوچیک‌تر تقسیم کنی و هر کدومش راه حل خودشو داره. اینجوری شد که من تصمیم گرفتم که این کارو بکنم. یه دلیل دیگه این بود که هزینه‌اش خیلی کم بود اون موقع برای شروع این کار. و بعد ما پول برنامه‌نویسی و پول نرم افزار میدادم که نسبت به زدن مثلا رستوران خب خیلی کمتر بود. بعد دیگه شروع کردم چند تا شرکت گشتم دنبال برنامه‌نویس و چند تا شرکت به معرفی کردن و هر چه قیمت‌های خیلی پرت و پلا میدادن. خوشم نمیومد با شرکت‌ها کار کنم که بعد از چند سال 2 سال پیش نگاه می‌کردم یک دو تا شرکت‌ها رو چک می‌کردم و اشکست شد. شرکت‌ها می‌خواستن برای شما پلتفرم ایجاد کنن. دقیقاً. بعد میرفتم صحبت می‌کردم، میگفتم آره من یه سایت می‌خوام توش حتما مزایده داشته باشه، اینجوری باشه. میگفتن که این کاراش که خیلی هزینه بره، خیلی زمان میبره، ولی ما مثلا یه پلتفرم آماده فروشگاه آنلاین رو داریم، اونو میتونیم بهت بفروشیم. من میگم نه این به درد من نمیخوره. بعد نتیجه گیری کردیم که ما با یه سافتور آماده این کار انجام شدنی نیست، برای اینکه خب خیلی پیچیدگی خود شد. بعد از اون یکی از آشناهام که الانم مدیر حسابداری شرکت هستش منو به همه معرفی کرد. گفت من یکی از پسر خاله‌ام هستش که خیلی برنامه‌نویس خیلی حرفه‌ایه، میخوای یه دفعه باش قرار بزنم ببینیش، اون شاید بتونه این کار رو انجام بده برات. که با امین آشنا شدم دیگه تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم. یه جلسه اولم که هم دیگه دیدیم خیلی خیلی به دل من نشست، خیلی دوست داشتم که باش کار شروع کنم که الان نزدیک 7 ساله. بله 8 سال با الان هم امین هم سام جزء سهامداری هستیم. از کی ایبی هست. بله ایسام ببخشید ایبی بود کاش ایه باعث شدم. بسیار عالی. از زبان امین هم بشنویم قضیه رو. من سال 81 رفتم دانشگاه کاردانی. البته از قبلش که در واقع من دوره راهنمایی و اینا خب خیلی علاقه‌مند بودم به کامپیوتر. یک کمودور 64 داشتم و دائم با این کار می‌کردم و کیو بیسیک می‌نوشتم. خیلی علاقه‌مند بودم کلا از ابتدا. ولی خب فاز اولم در واقع موقعی که شروع کردم بیشتر گرافیک بود، چون یه بک‌گراندی داشتم توی کارهای هنری اینا. خیلی علاقه‌مند بودم به گرافیک. با فوتو ایمپکت و نمیدونم فتوشاپ و کارهای شبیه به این بیشتر انجام میدادم. زمانی که رفتم دانشگاه، توی دانشگاه خب شروع کردیم به حال یه سری کورس‌های برنامه‌نویسی داشتیم، ولی خب در واقع به درد نخور بود، خیلی به درد کار آینده من نخورد. ولی در کلیتش این بود که منو یه مقدار با این فضا خب بیشتر آشنا کرد. توی خلال دانشگاه در کنار کارهایی که در واقع کار گرافیکی که انجام میدادم، شروع کردم مثل کارهای برنامه‌نویسی که دوستانم انجام دادن. پروژه‌ای کار می‌گرفتیم که اولش هم بیشتر ایشون می‌گرفت، بعد کار گرافیکشو من انجام میدادم. یواش یواش هرچی رفتیم جلوتر دیدم خب یه مقداری علاقه‌ام داره تو این زمینه خب بیشتر میشه، که ایشون اصلا رفت مالزی رو شروع کرد ادامه تحصیل دادن و یه سری سایتایی که پروژه‌ای که گرفته بودیم افتاد رو دوش من، یعنی ناخواسته مجبور شدم من انجامش بدم. این شد که یه جوری افتادم توی برنامه‌نویسی و دیگه بعد از اون شروع کردم حرفه‌ای کار کردن. سی شارپ رو یاد گرفتم، اسکیل سرور رو در واقع شروع کردم. بعدش هم دیگه با آقای مدونپور آشنا شدیم. ایشون روز اول یادم نمیره هیچ وقت یه دفتر 100 برگ آورده بود با خودش، تمام چیزا رو نوشته بود که مثلا میخوام این قسمت رو داشته باشه، اینو داشته باشه، اینو داشته باشه. خب یه خیلی دیتیل خیلی زیادی بود برای جلسه اول، ولی خب من اصلا اون اول هم در واقع اون جلسه اول دیدار اول خیلی مهم بود،
که یه اعتماد اولیه به وجود اومد. همین که اینو در خودم دیدم که من میخوام یه همچین کاری انجام بدم و این پلتفرم فوق‌العاده قوی هست. هیچی، قرارداد بستیم و شروع کردیم و تا الان. بیزنس مدل از اول همین بود، یعنی آدما بدونی که کالا رو واسه شما بفرستن، شما انباری توی انجام بدید، برای همدیگه کالا رو ارسال کنن و شما پول این وسط بینشون تبادل کنید. درسته؟ نه ترسیم از اینکه این جواب نمیده یا نمیشه. ببینید ما همیشه صحبت میکنیم، میگیم رمز موفقیت، حالا اگر موفق باشیم، رمز موفقیت ما این بوده که همه اون ترس رو اول میگن. یعنی تا شما این پلتفرم رو برای یکی تعریف میکنی، اولین سوالی که براش به وجود میاد اینه که اگر یه نفر موبایل خرید، آجر برات فرستاد، چه اتفاقی میفته؟ شما چجوری میتونی عوض کنی؟ یا اگه یه نفر یه موبایلی یا یه رمی خرید، یه رم خراب اومد جایگزینش کرد، گفت مثلا اگر اینو شما خریدی بعد چرا خراب برای من ارسال شده؟ در صورتی که تا الان توی این مدت، توی این 4 ساله، خیلی جالبه، شاید بگم بهتون، یک مورد ما این شکلی نداشتیم. شکایت هستش، بررسی میشه، ولی شکایتایی که مبناش تقلب باشه که یه نفر یه چیزی دیگه ای بفرسته، خریدار بیاد بگه نه من یه چیز دیگه ای دریافت کردم، اصلا یه همچین موردی نبوده. برای همین درصدش اونقدر پایین هست که ما کلا یه جورایی بیخیالش بشیم، بگیم حالا فوقش هم یه روزی هم یه همچین موردی پیش اومد، حالا دیگه بدترین حالتش اینه که عیسی میخواد هزینه‌شو بده دیگه